این همه ترفند یاد دادیم، این همه، یکی دیگه همون نشه. میای یه فیلتر شکن دانلود میکنی، هرچی، اصلا مهم نیست، هرچی. حالا ما که اینجا کل موبایلمون پر فیلتره. مثلا من با ویوا وی پی ان خوبی هم هست میزنم. گفته باشم این کافی هایی که تا الان یاد دادم همشون میشه گفت وارپن و این فیلتر شکن خارجی نیستن که بتونیم بریم توی برنامه های که بر ریجنتون مثلا آلمان باشه، آی پی تون. این کانفیگایی که من یاد میدم اگه بتونین آی پی و پورت خودتون رو روش بندازین که چه بهتر. آی پی و پورت خودتون که چه بهتر. ریدم بعد اول توضیح میدادم، ببخشید یه ثانیه. خب شما اول باید برین توی گوگل پلی و بنویسید d/tools و اینتر رو میزنید و اولین چیزی که میاد یعنی دی تول با همین رو دانلود کنید. اینجا حالا میگه که اینا رو میگه. خب میرید دی تول رو دانلود میکنید، میرید داخلش چند تا گزینه داره، یه بست CDN، کلادفلر وارپ، NAT بیور، یه همچین چیزایی و کلی چیزایی دیگه که حالا من حوصله ندارم بگم. میریم توی شماره دوم کلادفلر وارپ میزنید، گوشه پایین سمت چپ یه کلمه استارت هست، استارت رو میزنید و یکم باید منتظر باشید، حتما باید با وی پی ان بیاد، بدون وی پی ان کار نمیکنه. اینجا بهتون کلادفلر وارپ ریزالت رو مینویسه و اینو باید شما کپی کنید، یکی بزنید روش با آسونی کپی میشه. به همین آسونی کانفیگ شما ساخته شد. من خودم هم از این وی پی ان که خودم ساختم استفاده میکنم، دی تول. و اینجا هم که کانفیگ ما قرار داره اما کار نمیکنه، فقط باید این دوتا رو پاک کنید و یا آی پی و پورت بذارین. برای پیدا کردن آی پی و پورت هم مثل همیشه میرید توی کانال تلگرامی من که اسمش اینجاست. ممنون بابت مشترک شدن شما و شما و شما. این آدرس رو کپی کرده و میرید داخل ترموکس میزنید. توی ترموکس 318 باید حتما ورژنتون بشه، یا آی پی ورژن 4 اسکن میدید، یک میزنید تا آی پی ورژن 4 واسه تون پیدا شه. حالا یکم طول میکشه، واسه منم نبود، وی پی انم روشن بود، خیلی طول میکشه. و اینو هم آی پی های ما خدمت شما. اولیه 8742 پورتشه، میایم اینجا اینو میزنیم، بعد 8742 رو میزنیم پورتش و یه تست هم ازش میگیرم که اگه سرعت خوبی نداشت، راضی نبودین، از اون یکی ترفندام استفاده کنید که واسهتون توی ویدیوی قبل تر گذاشتم. فیلتر شکنم رو الان روشن کردم و به این کانفیگ وصل میشم و میبینید که به من پینگ میده و پینگ 400 هم داد. میریم داخل
یوتیوب هم سرعتش قابل قبول هست، راضیم من. استفاده کنید، بد که نیست، رایگانه. به هر حال ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. فعلا.